سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل من. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. خب آقا سلام، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ آقا چه خبر؟ چی کار میکنین این روزا؟ خوبین؟ آقا داره تابستون تموم میشه میدونم و دارم سعی میکنم که ویدیوی بیشتری بذارم. خیلی ازتون ممنون میشم که حمایت کنید و اینکه چنل رو سابسکرایب کنید که نزدیک 300 تایی شدنیم. نمیدونم که حالا این موقع که این ویدیو میذارم رفته 300 رو رد کردیم یا نه، ولی نزدیک 300 تاییم. هدف دوم اوله که پر کردیم که 100 تایی شدن بود. هدف دوم مونده که 500 تایی شدن و هدف سوم 1000 تایی شدن و ساختن یک خانواده خیلی بزرگه که داریم ایران واقعی و شهرهای مختلف ایران رو بهشون نشون میدیم. خیلی ممنون میشم که واقعا حمایت میکنید و خیلی ممنونم از اینکه واقعا دارین حمایت میکنید و بزنیم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه‌ها، این سری اومدیم به یکی از بازارهای قدیمی مشهد به اسم بازار بزرگ مرکزی مشهد، که بازار بزرگ مرکزی 2 فاز داره که 4 طبقه و 2 فاز داره. فاز یکیش که خیلی قدیمیه و سنتی کار شده و فاز دوش از سال 1374 یا 3 فکر میکنم که کلنگ خورده و شروع به کار کرده و الان میتونید ازش استفاده بکنید. خب ما داخل فاز 2 بازار بزرگ مرکزی هستیم، چون فاز یکش به پارکینگ ها و دفاتر مرکزی اینجور چیزا میخوره که خیلی جذاب نیست و ما دنبال مغازه های خوشگلیم که به شما ویورا و شما دنبال کنندگان عزیز نشون بدیم. تو فاز 2 بازار بزرگ مرکزی همونجور که داریم میبینیم مغازه های فروشگاه های خیلی خفنی داره، خیلی رنگارنگه، مخصوصا که نمیتونید به راحتیش گردشگر ازش چشم پوشی کنن و نیازاتون رو راحت برطرف میکنین بازار بزرگ. و بخوام بهتون بگم که چه فروشگاهی وجود داره، فکر می‌کنم تا الان دیده باشید. خب این حد زدین دیگه چه جور فروشگاهی این بازار بزرگ مرکزی مشهد. خب مثلا برای مثال بخوام بهتون بگم، انواع پوشاک، سوغات و زینت‌آلات، بیشتر غرفه‌ها رو اینجور چیزا تشکیل داده دیگه. آره، و اجزا عناصر مذهبی و نمادهای مذهبی هم خیلی توی این بازار عرضه میشه و به چشم میخوره. مرسی دوستان که به صحبت‌های من گوش دادین و نمیدونم حالا لذت بردین یا نه، ولی خواستم یک توضیح درباره این بازار بزرگ مرکزی مشهد بهتون داده باشم. شما رو با ادامه ویدیو تنها میذارم که از موزیک و همچنین ویدیو لذت ببرین. لایک و کامنت و سابسکرایب حتما انجام بدین و فراموشتون نشه که من خیلی کمک بزرگی میکنه. و داخل کامنت ها اگر که ایرادی داشتم، نوع ویدیو، سبک فیلم برداری و سبک ادیت، حتما داخل اونجا به من نظراتتون و انتقاداتتون رو بگین. خیلی ممنون میشم و تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا. چه سودی ها به چی ما همینطوری بودم دارم مانکنه ما یه سیاره داریم یورو واسه دم در چیز
یهو تکون خورد فکر می‌کنم مانکنه ببینم واقعا پاساژها رو گشتم که تا حالا تو عمر پاساژ نرفتم. نه اصلا پاساژ نمیدونم اصلا شاید آخرین پاساژ. تا حالا اینجا آمده بودی اصلا؟ اصلا نمیدونم کجا هست. این چرا شو از بازار بزرگ مرکز. اینجا رفتم